مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که ساعت 12 شب 29 سپتامبر راننده автомашین تمغه دونفنگ شریف و فریدون عبدالصمدویچ سال تولدش 1980 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از سمت کوچه گلخان به سمت کوچه جامع شهر وحدت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد مرد شخصیتش نامعلوم تخمینا 35 ساله را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جراحت وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تحقیق این حادثه ادامه دارد. سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. در نیمه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند.